سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال یوتیوب بنده. زبی مجیدی هستم، یکی از هنرجویان عرصه موسیقی و کسانی که مرا میشناسند خوش آمدگویی میگویم. کسانی که مرا نمیشناسند او را خوش آمدگویی میگویم. و قسمی که برای شما گفته بودم که یک ویدیو حاضر میکنم، این هم ویدیوی بنده، شما گوش کنید و قضاوت کنید. 3 روز پیش برای ما زنگ آمد که ما در یک محفل برم برایشان موسیقی بنوازم، بخوانم. محفل از طرف حاجی رامین می باشد و ما رفتم و ما نمیدانستم که یک نفر دیگه هم با من در اونجا شریک می باشد. نامش است سهراب الیار. عکسش هم میمانم، شما می توانید ببینید. و ما رفتیم در محفل، دیدیم سهراب الیار اونجا است و قدر عزت برایشان سلام عرض رساندیم، خوش آمدگویی گفتیمش. شما دوستان عزیز شاید که بعضی ها سهراب الیار را بشناسند، از ستاره افغان هم بود و ما هم خوشحال شدیم از اینکه ایشان در محفل دیدیم. بسیار خوش شدیم از دیدنش و برش قدر عزت سلام علیکی خوب و گفتمش دوست عزیز ما برای چی کار میتونم بکنم. ما خودشان گفتن هارمونیم می نوازم، ما در بخش کیبورد هم رویشان کردم و شاگل دوست عزیز ما در بخش رباب و طبله نواز ما در اون محفل نرسید، دیر شب شد، نتوانست خود برسانه. و بعد از اینکه محفل خلاص شد، تمام شد، ما همون سر ساز افغانی ها یک رواجی دارند که پول مندازن سر ساز کسی که موسیقی میکنن و ما واسه محفل تمام شد، ما خواهش کردم، گفتم الیاس جان میشه که 2 روز بعدش، البته گفتم الیاس جان میشه که می پول بر ما بیتی و گفته که پول پیش آجی است. آجی را رفتیم گفتیم آجی جان این پولی که سر ساز ما آمده این را ما میخوایم. گفت دست الیاس است یا سهراب برش میگیم، ما دوستانه برش الیاس میگیم. و اونا گفتن که دست خود سهراب است، میتوانی امروز صحبت کنی. من رفتم برش گفتم دوست عزیز حاجی میگه که پول دست شما است و حاجی ما را گرفت برد یک اتاق دیگه، گفت صحبت میکنیم. وقتی رفتیم اونجا صحبت کردیم، حاجی گفت که پول تعلق به سهراب داره. ما گفتم به چی دلایلی این پول تعلق به سهراب الیار داره. ما ساوند سیستم از خود ما بنده بوده و کیبورد، هارمونیم، هر چیزی که بود از خود بنده بوده تا اونجا محفل پیش ببرم و ما می توانستم اونجا برش بگویم که دوست عزیز اصلا تو نمیخوای که اینجا موسیقی بنوازی یا بخوانی یا در محفل موضوع داشته باشی. ما این خدمت برش کردم، قدرش کردم، عزتش کردم، ماندمش در سر هارمونیم بخونه. من گفتم به چی دلایلی تو میخوایی که پیسه را از آن خود کنی؟ از نامت، از شهرت هم که نداری شکر خدا که کسایی کم شما را میشناسد. و خلاصه دوست عزیز ما برای ما پول نداد. پولم از 1500 یورو به بالا بود. حالا هرچی که بود تعلق به خودم میگیرم، چون اگر تعلق به اونا میگرفت باید کیبورد، هارمونی و یک چیزی لوازم موسیقی بعد از خودشان می بود که ما میگفتم ما که این پیسه تعلق به شما داره و این حقم است، ما باید دفاع کنم. ما
وقتی هم که داشتیم می آمدیم سمت خانه گفتم الیاس جان، سهراب جان، من این پوله که تو میخوای بگیری حلالت نمیکنم. و ایشان اصلا توجه هم نکردن، فقط سنومه لق لق سعی میکردن. این کار خوب نبود که ایشان کردن. و ایشان فرداش به من زنگ زدن، گفتن که ما تا اونجا که آمده بودم خرج کرده بودم. ما گفتم برش دوست عزیز، تو خرج کرده بودی درسته، ما از توان ما نیسته که ما سر موسیقی خود برای شما خرج رفت آمد شما را ما به عقده بگیریم یا بپردازم. امی افغانستان یا اروپا هر کی که موسیقی میکنه، بی غیر از او که کتسای به محفل صحبت میکنه که چقدر میگیره، هرچی که سر ساز نوازنده یا کسی که میخوانه، این بین هنرمندا تبله رو با هارمونی هر کسی که هر کاری رو باخته میگیره تقسیم میشه و یک نفر اجازه نداره کوره در جیب بزنه. و من میتوانستم جنگ کنم، دعوا کنم، زورم برش میرسه، ولی من اخلاق هنرجویی و هنرمندی من ایره اجازه به من نمیده که من دعوا کنم. بسیار خواهش کردم از پیشش، وقتی که نداد گفتم من حلال نمی کنم. دوستان عزیز، قضاوت دست شماست. بگویی اگر من اشتباه میکنم، شما میتونید دمی زیر کامنت برای من بنویسید که ما یا اشتباه کردیم، از حق خود دفاع کردیم یا نه. بسیاری از هنرمندان عزیز ما مثل خوشبو جان احمدی که از موسیقی را ترک کردن به می دلایل بسیار مختلف که هنرمندان سر یک همدیگر میزنن، حق همدیگر را میخورن، این کار خوب نیست. بیاید دست به دست همدیگه بدویم و یک افغانستان خوب و یک افغانستان با ابرو با عزت داشته باشیم. و این در ستاره افغانم رفته بسیار سالا موسیقی هم کرده سهراب الیار و شاگل جان از بسیار خوشم میاد. بسیار یک بچه کنجکاو است، رباب نواز میگم. و پرسید از ایشان که سا در کجاست، حتی سا را نمیفهمه این بنده خدا که سا کجا است. ای از موسیقی دانای ما و از رسانای ما که کت از این دو نفر با تماس میشن و قدر عزت میکنن، ولی نمیفهمند که این آدم ها زیر کاسه یک نیم کاسه دیگه هم وجود داره. دوستان عزیز، وقتتون رو نمیگیرم. بسیار جور صحتمند باشید، در پناه الله باشید. قضاوت دست شماست. ما تا به میاله که از محفل برگشتیم یک سنتام در جیب من نرفته. خواهشان امیره کامنت بر ما ببانه که آیا ای حق ما باید پایمال شوه یا که ما به حقم برسم. این محفل دوستان عزیز 3 روز طول کشید و 3 روز ما خواب خوب نداشتیم، از فامیل دور و همه وجود رفتیم اونجا که دوستان ما از ما راضی باشن. هر چی به خواندن هر آهنگی که میخواستن ما اجرا کنیم، همیشه از ما خوش باشن و کسی که این کار میکنه که همگی خوش باشن و یک نفر که مثل سهراب الیار میاد همه زحمت های تو را به جیبش میزنه و میبره. دوستان عزیز، خودتان یک ذره قضاوت کنید، ببینید آیا این دردی که من دارم واقعیت است یا نیست. این داستانی نیست که من جور کرده باشم. من از خودم من رفتم دیدم و قلبم درد میکنه که یک زحمتی که من کشیده باشم یک نفر دیگه به جیب بزنه و او را ببره. دوستان عزیز، شما را به خداوند یکتا میسپارم. خدا